بیا یادت بدم چجوری اینو تبدیلش کنی به این. اول از همه الگوی مورد نظرتون رو در میارین و انتقالش میدیم به یونولیت. چاقوتون رو داغش میکنین، فقط درست از خطی که داره برش نمیزنین، یه ذره فاصله بدین. سعی کنین چاقو رو عمود بگیرین. حالا تیکه های اضافی رو جدا میکنیم با استفاده از کاتر. یه ذره گوشه هاشو تخ میکنیم. طرح نهایی رو که در آوردین با استفاده از یه سنباده میایم گوشه هاشو اینقدر سنباده میکشیم که حالت یه دست بگیره. حالا برای ماکت استراکچر درست کنیم، کاورش کنیم و بعد دکورش کنید و تمام.